قوانین بانکی ما باید اصلاح بشه. ما کم تو کشورمون پول نداریم، ما حجم نقدینگی تو کشورمون انقدر زیاده که هر سمتی میره مثل سیل خراب میکنه. این باید بیاد کجا؟ تو بخش تولید. همین الان شما ماجرای بانک آینده رو دارید میبینید. با خلق پول خلق بکنی، بری بر خود ساختمون بسازی. تا این مشهد هتل ساخت، تو تهران ایران مال رو ساخت، تو بزرگترین مال جهان. بری اینا رو بسازی، خلق پول کنی. خلق پول چیکار میکنه؟ ریالو بی ارزش میکنه. هی به شما میگن دلار گرون شد، فلان گرون شد. دروغه. دلار گرون نمیشه، ریال داره بی ارزش میشه. الان بانک‌ها میخوان یه جایی رو بخرن برای خودشون، چیکار میکنن؟ خلق نقدینگی میکنن، پول خلق میکنن، ریالو بی ارزش میکنن، برای خودشون صابخونه میشن. بعد اون خونه هم ارزش اسمیش میره بالا دیگه. اگه 10 میلیارد خریدن، سال بعد میشه 20 میلیارد. بعد اونو میفروشن به من توی بدبخت دوره. تمام جای خوب شهر دست بانکاست، سر نبشا دست بانکاست. مردم از خداشونه ملکشون رو به بانک‌ها بفروشن. اصلا قیمت رو بر مبنای ملکی به بانک فروخته شده تعیین میکنن، قیمت‌ها رو میبرن بالا. خلق پول میکنه، اونم گرون میکنه، قیمت‌ها رو هم میبره بالا، دو قبضه سود میکنه. برخی از این فروشگاه‌ها، هتل‌هایی که زده شد، ما وقت گذاشتیم، تحقیق کردیم، دیدیم عوامل همین‌ها رفتن زمین‌های دور اطراف اونجا رو خریدن. قبلش خونه‌های اونجا رفتن خریدن. برید این رشد قیمت در منطقه 22 تهران چجوری بود؟ بالاتر از بقیه جای تهران، از منطقه 1 و 2 بیشتر. و چطور ممکنه همچین چیزی؟ و بانک‌ها میشه؟ رقم‌ها رو نگاه می‌کنی، هیچی. برای این ساختمان می‌بینی بله 90,000 میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفت. 90,000 میلیارد تومان. برای اون یکی هتل انقدر، برای اون یکی فروشگاه انقدر. اینجا ما می‌خوایم از دولت با بانک‌ها قاطعانه برخورد کنه. اینم بدونید بانک‌هایی که از روش‌های در امان موندنشون امنیتی کردن ماجران. یعنی چی؟ یعنی سریع میگن آقا با ما بخواد برخورد صورت بگیره، مردم میریزن تو خیابونا، پولاشونو میخوان. نترسید، دولت بی ارزگی کرده. دولت الان نمیگم ما، کلا دولت‌های ما. این دولت به واسطه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی قدرت اومده. شورای نگهبان بابا رو تایید نمیکرد، مردم رأی بهش نمیتونستن بدن اصلا. وظیفه جمهوری اسلامی هم هستش که این اعتماد کرده مردم باید گردن بگیره. پس نترسید، هیچ گردن مردم نیست. همین الان این دروغ اینا رو من بسوزونم.